سلام بچه‌ها، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. خوشحالم که به کانال من سر زدید. من اسما هستم و اینجا قراره با هم دیگه یه مسیر یادگیری کامل زبان انگلیسی رو طی کنیم. هدف اصلی من اینه که زبان انگلیسی رو به صورت جامع و قدم به قدم بهتون آموزش بدم. پس اگر دوست دارین همراه من این مسیر رو طی کنین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا هیچ ویدیو جدیدی رو از دست ندید. میرسیم به موضوع اصلی این ویدیو. قراره که بهتون 3 کتاب معرفی کنم که باعث سطح زبانتون رو میبرین بالا. اولین کتاب که مناسب گرامر English Grammar in US. این کتاب 145 تا درس داره و توی هر درسش یه گرامر کامل توضیح داده و چند تا مثال براش زده و تو صفحه بعدیش براتون تمرین داده که شما حل کنین و اون گرامر کامل یاد بگیرید. 2 کتاب دیگه هست که قراره به شما کمک کنه که کلمات بیشتری رو یاد بگیریم و توی حرف زدن و صحبت کردنتون پیشرفت کنیم. وقتی کلمات بیشتری تو زبان یاد گرفته باشی میتونی راحت‌تر و بهتر صحبت کنی. میرسیم به کتاب بعدی، یعنی Oxford Word Skills. این کتاب توی هر درسش 2 بخشه، یعنی A و B. توی بخش A کلمات مشابه به هم آورده، دفینیشنشون رو داده و توی ریدینگ اون کلمات رو جا داده تا شما اونو بخونین و بفهمین و پایینش یه تمرین داده که شما اونو حل کنید و بهتر کلمات رو یاد بگیرید. توی بخش B هم دقیقا مثل بخش A کلماتی داده، یه اصطلاحاتی که در روزمره بسیار استفاده میشه رو داده و ترجمهشون رو داده و مثال براشون زده و پایین ترش براتون تمرین داده که حل کنین و بهتر یاد بگیرید. کتاب بعدی یعنی 504 Absolutely Essential Words. این کتاب باز به ما کمک میکنه که کلمات بیشتری رو یاد بگیریم، کلمات پیشرفته تر تا در مکالمات روزمره یا مکالماتی که پیشرفته ترن، سطحشون بالاه، از این کلمات استفاده کنیم. این درس یه فرق با آکسفورد داره که فرقش اینه که توی 504 کلمات قشنگ منظم ترتیبی اومده، یعنی توی هر درس 12 تا کلمه به ما داده، دفینیشنشو داده و مثال زده و در ادامه آخر هر درس یه تمرین داده که ما حل کنیم و اون کلمات رو به راحتی یاد بگیریم. ولی توی آکسفورد توی هر درسش کلمات رو داخل یه ریدینگ داده که پیچیده تره و یکم برای شروع سخت تره. اگه نظر منو بخواین برای شروع خوندن کلمات 504 بهترین گزینه است. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم سابسکرایب کنید و حمایت کنید از من. تا ویدیو بعدی، فعلا.